میگه که کتاب مشتاق الامین چاپ 1329 نجف مقدس، رساله آیت الله سید محمد کریم حجازی اردکانی، صفحه 139 چاپ سوم. اگر زن بیوه‌ای در حال نمازگزاری شهوت مرد نامحرمی را برانگیزد و در حالت سجده دخول صورت گیرد، یعنی طرف داره نماز میخونه، این برادر مسلمان انقدر حشری شده که دخول صورت میگیره، بحث نمیذاره نماز تموم شه. اینقدر برادران دینی ما چیزن، کارشون درسته واقعا. بر مؤنثه واجب است که حجاب را رعایت و نماز را در حال سجده ادامه دهند. یعنی دخول صورت گرفته، آقا از لحاظ جنسی برانگیخته شده، دخول صورت گرفته، نماز رو ادامه بده. سبحان ربی الاعلی و بحمده رو بگو شما، یعنی پا نشه دیگه. الله همون سبحان ربی الاعلی و بحمده، هی سبحان الله سبحان الله بگه که این کارش تمام، چون پاشی اون پوزیشن به هم میخوره. خیلی فکر همه چی رو اسلام کرده. آفرین. بعد میگه که نگاه بر مذکر دخول کننده حرام است. یعنی شما اگه تو مسجد you happen to be praying نباید نگاه کنی، یه نفر داره اون بغل میکنه نباید نگاه کنی. قرائت عقد موقت بر دخول کننده لازم و نیازی به قبول تو نکاح، یعنی نباید اصلا این که بگه قبول و اینا هم نیاز نیست، چون داره نماز میخونه تو سجده نباید برمیخونه، اون ولی داره دخول میکنه. این ولی باید قرائت کنه، بگی انکه تو وزوش تو اصلا نمی باشه، ولی بر دخول کننده لازم است در طول قرابت اسم شوهر سابق زن بیوه را بر زبان آورده و صلوات بفرست. یعنی که داره کار انجام میده، مثلا بگه عباس آقا اللهم صل علی محمد و آل محمد، او مای گاد، اینجوری باید این شوهر انجام بده این بنده خدا. اگر این قرابت در ماه رمضان باشه، ماه مبارک باشد، روزه زن قبول، ولی دخول کننده باید کفاره دهند. یعنی اون خانم به خاطر این اطلاعی که نداشته، روزش نمیخواسته باطل بشه، نمازش هم ادامه داده. آفرین، من زمان همه چیش فکر شده. چقدر همه چی رو واقعا در نظر گرفتن. باری کلام بی خود نیست میگن اسلام خیلی دین کاملی. آفرین. طفل حاصل حلال زاده و بعد از پرداخت وجوه لازمه، یعنی پولشو باید بدی دیگه، کردی بالاخره، اگر در طول اذان نطفه بسته باشد، بعد از تایید مؤذن وقت، یعنی باید امضاشو بگیرن که حتما موقع نماز بوده این دخول انجام شده و نطفه بسته شده، و امام جماعت اونم تایید کنه، سید و یا سیده می باشد. ببین چه دین کاملی داریم ما. یعنی از اینی که به طرف نگاه نباید بکنی، از این که یاد و خاطره اون مرحوم نگه داشته بشه، از این که این نماز روزش چی میشه، از این که پولشو باید بدی حتی، یعنی که نگی بگی آقا تموم شد خدا، پولشو باید بدی، و این که حتی اون بچه بعدن آیا سید میشه یا نمیشه فکر شده. واقعا من دین از این کاملتر هیچ جا ندیدم. من به خدا در همین لحظه ایمان آوردم و به دین اسلام. آره، و من سیدم هستم، نگران شدم. چی میگی؟ چی میزنی؟